برادر و خواهر بینماز، آیا عظمت و بزرگی گناه بینمازی را درک کرده ای؟ آیا میدانی که عاقبت گناه بینمازی چیست؟ شاید میبینی که دوستان و نزدیکان و اطرافیان همه بینماز هستند. خیال میکنی که خواندن نماز آنقدر مهم نیست؟ فراموش نکن، ترک نماز به عذر گناه کبیره بوده انسان بینماز فاسق و فاجر شمرده می شود. خداوند در چند جای از قرآن عظیم الشأن بینمازان را وعید سخت ارشاد می فرماید. قرآن به این گواهی می دهد. از جمله آیت 59 سوره مریم در وعید بینمازان چنین گواهی می دهد: فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیا. اما پس از آنان فرزندان ناخلف جانشین شدند که نماز را ضایع کردند، یعنی نماز را ترک کردند و از شهوات و خواهشات نفس پیروی نمودند و بزودی مجازات گمراهی خود را خواهند دید. صدق الله العظیم. برادر و خواهر بینماز، ببین که خداوند در این آیه بینمازان را وعیدی سخت می کند. می فرماید انسانهایی که پیروی از خواهشات نفس می کنند و نماز را ترک می کنند بزودی مجازات گمراهی خود را خواهند دید. پس از جمله بینمازان مباش و عاقبت خود را به خطر مینداز. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.